ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. در درس گذشته بحث ما پیرامون حقوق اسماء الله الحسنا بود که یک انسان مسلمان باید حق نامهای الله را ادا بکنه و متاسفانه اکثریت این نامها را نمیشناسن و تدریس هم نمیشه، بسیار کم است کسی را سرش بحث بکنه. به می خاطر یگانه چیزی که امروز در بین ما و شما و اکثر مسلمان ها بی تفاوت هستن همین نام های الله هست. قبلا گفتیم که در جمله حقای یا حقوق اسماء الله حق اولشی بود که ایره احصایه بکنیم، ایره خواندیم. دومش حق حفظ از این نام ها بود. سومش حق دانستن معنایش بود و حق چهارمش زندگی کردن مطابق اسماء الله الحسنا بود و پنجمیش که حق دعا با اسماء الله الحسنا بود که امروز میخوانیم که نخوانده بودیم. در حقیقت مسئله دعا که است، دعا یک عبادت است. وقتی دعا عبادت است، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الدعاء هو العباده، دعا عبادت است. پس انسان مسلمان وقتی میخواد یک عبادت بکنه، عبادت به دو شرط قبول میشه. شرط اول قبولی عبادت این هست که عبادتش اخلاص باشه. پس وقتی ما دعا میکنیم باید اخلاص داشته باشیم. و شرط دوم عبادت که قبول میشه، یعنی وقتی ما یک عبادت میکنیم همیشه در این فکر باشیم که من عبادت میکنم آیا عبادت ما قبول میشه یا نمیشه. بنابراین علما میگن که نمی دو شرط اساسی هست که عبادت شما را قبول میسازه، مورد قبول الله واقع میگرده. اولش اخلاص باشه و معنای اخلاص هم گفتیم که اخلاصی است که انسان 100% در نیتش رضایت الله باشه. اگر نیم فیصد رضایت مخلوق می باشه و به خاطر مخلوق می باشه یا در مقابل مخلوق می باشه، پس این عبادت ازی چی است؟ این عبادت ازی باز قبول نمیشه. و شرط دوم عبادتی است که وقتی عبادت یک مسلمان قبول میشه که به طریقه و روش و اسلوب رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. بنابراین وقتی ما دعا میکنیم و میفهمیم که حق دعا چی است، که ما با اسماء الله الحسنا دعا بکنیم. چرا؟ الله متعال میگه ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. الله میگه الله دارای نامهای چی است؟ نامهای نیک است. فادعوه بها، پس شما طلب بکنین از الله آنچه را که میخواین با امین نامها. اینال شما هر صفحه قرآن که باز میکنین، در هر صفحه ازی چندین نام الله هست. در هیچ صفحه قرآن نیست که در اونجا یک نام از نامهای الله ذکر نشده باشه. یا خود لفظ الله هست یا دیگر اسماء و صفات از این 99 نام در اونجا ذکر شده. اینالی برای چی هست؟ الله میگه که این نامهای نیک الله هست، شما توسط از این دعا بکنید. یعنی دعای توحیدی که قرآن بر ما تعلیم میده. امی آیت شریف است، آیت 180 سوره الاعراف. پس امر به وجوب دلالت میکنه. وقتی که میگه فدعو یعنی ادعو فعل امر است. وقتی که فعل امر است، وقتی در قرآن و یا در سنت یک چیز امر میشیم، این دلالت به وجوب میکنه. پس بالای یک مسلمان واجب است، هم واجب اعتقادی و هم واجب عملی، که وقتی از الله میخواه باید با نامهای الله دعا بکنه. اکثر دوستان میگه ما دعا میکنیم دعای ما قبول نمیشه، دعای ما قبول نمیشه و بنابراین یا چرا قبول نمیشه؟ اما شرایطی که دعا را مورد قبول الهی قرار میده همین شرایط وجود نداره. مثلا یک صحابی آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، سعد ابن عباده. ای آمد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و گفت که یا رسول الله، برای من دعا بکنین. تقاضا کرد برای من دعا بکنین که
من مستجاب الدعوه شوم. چی معنی؟ یعنی هر وقتی که دعا میکنم الله دعای مرا اجابت بکنه و قبول بکنه. این حال رسول الله صلی الله علیه و سلم من حیث یک معلم، من حیث یک رهنما، من حیث یک اسوه، یک درس برای اصحاب میداد که این درس تا روز قیامت برای تمام مسلمان ها باشه. برش دعا نکرد که پروردگار دعای زیر مستجاب دعوی را بساز، و اگر میکرد الله دعای پیغمبر خدا قبول میکرد. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم اصل دینه و مفهوم دینه برش فامان، برش گفت که اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوه. یه ساعت غذایت پاک بگردان، غذایت حلال بساز، دعایت قبول میشه. بنابراین این فرمول یا این قاعده، این اساس دین است که هر کسی میخواد که دعایش قبول شود باید غذای حلال داشته باشه. و اکثرا ما شما میبینیم که در غذا مثلا یا پول غذا حرام میباشه یا نوعیت غذا خودش حرام میباشه، و می خاطر دشمنای اسلام اکثرا کوشش میکنن که مسلمان ها دعایشان قبول نشه. چی میکنن؟ در بین غذای از اینا، در معاشات از اینا، در این چی است حتما حرامه، چی میکنن؟ داخل میسازن. وقتی که داخل شد، این حال 4 میلیون حاجی دست دعا به درگاه الله بالا میکنه، هیچ دعایش تاثیر نمیکنه. ولی وقتی که سائل کنین کلش از این مرغای یخ زده میخوره. ما حج رفته بودیم، کلی گفتن، یکی گفت فلان صاحب ما همینجا اومدیم هیچ یعنی دعای ما تاثیر نداره. چی مشکل است؟ وقتی که سعی کردیم که دموجه هم همین مرغای یخ زده هست، پرسان کردیم از یک عالمشان، گفتیم مرغ یخ زده چطور است؟ گفت که چی است؟ من نمیخورم. من گفتم نه مولوی صاحب تو نمیخوری، تو خود چی نیستی بر ما، سوی ما نیستی، چرا نمیخوری؟ چرا نمیخوری؟ حرام است یا حلال است؟ میشه یک نفر پرسان کنیم بگی که چی میخوری؟ آب می نوشی؟ میگه نه والا من آب یخ نمیخورم. معنی از این خود است که تو نمیخوری حرام است. آیا چیز بازو خپ کرد میترسید چون اونجا اکثر نمی گوشتا را که وارد میکنه بچه های پاچه هاست از اون میترسن، بازو بندیش میکنه. بعد از ترس از او گفت که حالا ما نمیخوریم به خاطر از اینکه گوشتا که از اعتباری نیست دیگه. چی هسته خلاصه که گوشتا از برازیل می، از چین می، از خارج می، و اونجا ذبح شرعی نمیشه دیگه. این حال دعا وقتی قبول میشه، علامه ابن قیم رحمت الله علیه میگه که الله را با نامی که مناسب محتوای دعا هست بخوانید. مثلا الله نامهای زیاد داره، شما همون مشکلی که دارین الله را با همون نامش چی کنین؟ بگوین که پروردگارم مثلا یا الله تو ذات غفور هستی، مرا مغفرت کن. مثلا وقتی که از رسول الله پرسان شد که در شبای قدر چه قسم دعا کنیم، بگوین که اللهم انک عفو تحب العفو، ای پروردگارا تو بسیار بخشایشگر هستی، عفو کننده هستی، و عفو را دوست داری، فاعف عنی، پس پروردگارا مرا هم عفو بکن. این باید امو هر نام عزیز، یعنی سعی کنین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم امی هست که انسان چی کنه مطابق امی چیز خود، مشکل خود، یکی از نامای الله را چی کنه توسط از دعا بکنه. مثلا ما و شما اگر سوره فاتحه که اولین سوره قرآن است، این سوره دعا هست، در حقیقت خود این سوره دعا هست. مشکل ما و شما چی است که وقتی ما سوره فاتحه را در قرآن در نماز میخوانیم بسیار تیز میخوانیم، مثلا الحمدلله رب العالمین تا ولا الضالین، اما تو یک نفس خلاص میشه و هیچ مدت چیری ما آثار طلب و عاجزی و دعا وجود نمی داشته باشه. باز که نماز خلاص شد باز میخیزیم باز دعا کرده میریم، در حالی که خالق متعال اولین سوره که هست این سوره دعا میگه، دعا هست. سعی کنین الله برای ما تعلیم میده، در قرآن از مشان تعلیم میده. بعضی از مفسرین کرام چی میگه قبل از اینمی آیت شریف میگه کلمه اقرا محذوف است، یعنی اقرا بخوان ای مسلمان، یا دعا بکن ای مسلمان، این قسم بخوان
بگو الحمدلله رب العالمین. اول ادب دعایی است که حمد بفرستی. پس بگو الحمدلله، اول برای الله حمد بفرست. وقتی که حمد فرستادی باز 4 اسم از اسماء الله را ذکر میکنه. سعی کنین الله، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، 5 تا ببخشید، مالک یوم الدین. پس شما 5 نام الله را اینجا ذکر میکنید. اول میگه الحمد، الحمدلله. پس ایناله برای الله این قسم دعا میکنی. الله تعلیم میده که شما این قسم دعا بکنین. بگوین که الحمدلله رب العالمین، حمد و ثنا و صفت خاص برای الله هست. پس اگر شما دعا میکنین با چرا اون نام مشخص اسما میه، این به خاطر از این است که شما باید اول عقیده ایتان مطابق از این جور بکنید. اتناشه که در زبانت حمد گویا، در دلت پیدا صنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود؟ پس وقتی که میگی الحمدلله باید محتوا و مفهوم از این را بفهمی که حمد، ثنا و صفت خاص برای کی است؟ برای الله است. ما برای پیغمبر حمد نداریم. برای پیغمبر آیت قرآن میگه که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، برای او درود است، برای او دعا هست. او مخلوق است. مخلوق ضرورت داره که باید برای او چی شود؟ از الله طلب دعا شود. برای پیغمبر ما شما میگه ای پیغمبر آتی محمد، یا الله برای پیغمبر ما آتی محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعه. ما خود ما برای پیغمبر دعا میکنیم. پروردگار را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق شفاعت بسیار زیاده را نصیب بکن. و باز بر خود دعا میکنیم که ما را هم در جمله همین کسا داخل بگردن. اما حمد المشکل از این خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم قواعد اعتقادی رو بر ما میگن. میگه او امت من لا تترونی، زیاد توصیف مرا نکنین. من نیاز ندارم که زیاد مبالغه، زیاد افراد در قسمت توصیف ما بکنین. کما اطرت النصارى ابن مریم، مثل که نصرانی ها پسر مریم زیاد چی کردن؟ توصیف افراطی کردن. توصیف افراطی معناست که سبب شرک میشن و اکثرا کسایی که به شرک مبتلا میشه علتشان چی است؟ علتی است که یکی از صالحین، یک پیغمبره، یک ولیره، یک نبیره، یک شخص خوبه، در شخصیت از او زیاد افراط میکنن، او را زیاد مدح میکنن، توصیف میکنن. الحمدلله فراموششان میشه. وقتی او را زیاد توصیف کردن توصیف زیاد بالاخره از زبان بعضی از صفات الله برای این مخلوق داده میشه. مثلا میگه که یا ما میگیم یا الله جایز است اما یا محمد حرام است. میگه نمیگه چرا یا الله حلال است، درست است، و یا محمد غلط است؟ در حال که در بسیاری مسجدهای طرفش هست یا الله و طرفش هست چی؟ یا محمد. خب حداقل آدم از نگاه اعتقادی چرا همین کلمه غلط است؟ از آدم باید سرش بحث بکنن، تحقیق بکنن. وقتی ما میگیم یا الله، یا در زبان عربی معنای ادعو، یعنی ادعو که یا الله مخفف است از دعا هست. من دعا میکنم، طلب میکنم، میخوایم. پس وقتی که یا هست میگم برای کسی اول به ذات الله یا استعمال میشه. چرا؟ به خاطر از اینکه الله عالم الغیب است. وقتی که من میگیم یا الله، الله با علم غیب خود صدای مرا میشنوه. پس من حق دارم که بگم یا الله. و یک انسانی که نزدیک است برای ببینیم که یا احمد، این هم درست است. چرا احمد فعلا در کجا هست؟ در مجلس شیشته و صدای مرا میشنوه. خب پس احمد در مجلس ما شیشته و الله عالم الغیب است، صدای مرا میشنوه. پس من میگم یا الله بالای مرا رحم، یا الله مرا ببخش، یا الله ما اشتباه کردیم، غلطی های معفو کن، یا الله ما توبه کردیم. حالا اگر یک نفر امی کلمه یا را برای محمد صلی الله علیه و سلم استعمال میکنه، بدون شک محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر ماست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم رتبهش بسیار بلند است، اما عالم الغیب نیست. جبریل عالم الغیب نیست. قرآن بر ما میگه
جبریل امین که ملائکه هست، اگه یک نفر میگه یا جبرائیل، در تعویضا شما ببینید نشست یا جبرائیل یا جبرائیل یا جبرائیل، میگه این شرک است. چرا؟ به خاطر اینکه که تو طلب از کی کردی؟ از جبریل کردی. پناه در این تعویض طفلت به کی دادی؟ به جبریل دادی. در حالی که جبریل امین علیه السلام در جمله عموم ملائکه بود، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل که ملائکه بسیار بزرگ هستند، ما مقامشان میفهمیم. هر قدر مقامشان بالا هست لکن مخلوق هستند. پس وقتی که من میگم یا جبرائیل صدای مرا نمیشنوند، چرا؟ عالم الغیب نیست. یا محمد عالم الغیب نیست. یا علی عالم الغیب نیست. یا عمر عالم الغیب نیست. پس وقتی که استعمال میکنه به این لفظ از این خاطر میگه این ناروا و نادرست است. چرا؟ اگر به این عقیده شوی که اونا صدای مرا میشنوند، به این معنی است که اونا چی هستن؟ عالم الغیب شدن، غیب میفهمند. پس در این مجلس من امیال الله از این مجلس موضوع با خبر است، اما پیغمبر عالم الغیب نیست، جبریل امین نمیفهمه. از این خاطر وقتی که الله بر ما در قصه های قرآن وقتی که مجرد قصه نیست، هر قصه قرآنی که هست درس عقیده هست. مثلا وقتی که میگه که الله متعال و علم آدم الاسماء كلها، برای آدم علیه السلام تمامی نام ها را یاد داد. ثم عرضهم علی الملائکه، باز امین نام ها را پیش کرد برای کی؟ برای ملائکه. این ملائکه کی بود؟ در بین از ملائکه جبریل بود، میکائیل بود، اسرافیل بود، کل ملائکه بودن، کلشان حضور داشتن. برشان گفت که انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. ای پروردگار ما علم نداریم، ما عالم غیب نیستیم، برای این نامهایی که حالا فعلا بر آدم یاد دادی این بر ما یاد ندادی. الله سبحانه تعالی بر آدم علیه السلام گفت که یا آدم انبئهم باسمائهم، خبر بده بر از این نامها را. فلما انبأهم، آلسا که یک درس اعتقادی بسیار بزرگ که ما تو چرا در قرآن ذکر کرده ایره، ما تو عقیده خود از قرآن بگیریم. وقتی که برش میگه یا آدم انبئهم باسمائهم، فلما، پس میگه فلما انبأهم، وقتی که آدم علیه السلام این نامها را بر ملائکه گفت، الله بر ملائکه میگه که یا علم اقول لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، من نگفتم که من عالم غیب آسمان ها و زمین هستم؟ و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، هر چیزی که شما اشکار میکنین و هر چیزی که شما میپوشین من عالم الغیب هستم، کلش میفهمم. پس اگر ملائکه علم غیب میفهمیدن چرا نام ها رو نفهمیدن؟ چرا گفتن که انی قال سبحانك لا علم لنا؟ چرا گفتن لا علم لنا؟ در مقابل ذات ذوالجلال کس دروغ نمیگه و ملائکه مخلوقات معصوم هستن و پاک هستن و این جزء عقیده ما و شما هستن. وقتی که اونا عصمت دارن، پس وقتی یک ملائکه معصوم میگه و میزنه به معنای ازی است که صادقانه میگن. و برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم صراحتا الله برش میگه که قل ای پیغمبر بگو برای مردم من علم غیب ندارم. پس وقتی که پیغمبر علم غیب نداره چرا ما میخیزیم عقیده خود خراب میکنیم؟ با چی؟ با توصیفای دروغی غلطی. از این خاطر پیغمبر صلی الله علیه و خودش برای ما میگه که لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، زیاد مرا توصیف و ثنا و مدح نکنین به او اندازه ثنای افراطی و توصیف افراطی، مثل که مثلا نعت‌های افراطی پیدا شده. در نعت‌ها بسیاری وقتا میخوانن، شما در نعت‌های اردو بعضی اوقات سیل کنین ای محمد تو آسمان و مه، ای محمد تو آسمان ها هستی، ای محمد تو عرش مه، ای محمد تو نور عرش ہے. تو خب پیغمبر وقتی که نور عرش شد، قبل از خلقت پیغمبر سم عرش نور نداشت، عرش الله تاریک بود. این وقتی که چی میگن تو نور عرش هستی، ای پیغمبر باز میگه تو فلانی هستی. بالاخره یک جایی که پیغمبر در کجا میرسانه؟ عین از ملأ الاعلی و از جاهایی که بالاخره پیغمبر صفت الوهیت و صفت الله را برش میده. ایناله الله میگه که ببینین شما وقتی که دعا میکنین بگوین الحمدلله رب العالمین. وقتی که میگیم الحمد یعنی که الف لام، اینا علمای نحو کسایی که صرف میخوانن نحو میخوانن میگه اینجا الف لام به معنای جنس است، یعنی تمام حمد و ثنا و صفت که است، و لام لام تخصیص است. لله خاص برای کی هست؟ برای الله است. خاص شد. الله میگه خاص است برای الله، برای کسی دیگه نیست، به ملائکه نیست، به پیغمبر نیست، به اولیاء الله نیست، برای فلانی نیست. حمد خاص برای الله. چرا الله؟ چرا رب العالمین؟ دیگه رب العالمین نیست.
دیگه رب نیست، خاص برای الله هست. رب العالمین است یک صفتش، الرحمن است دیگه صفتش، الرحیم است دیگه صفتش، مالک یوم الدین است، مالک روز است. رب العالمین مالک دنیا تمامش، تمام عالمیان مخلوقاتی که است ربشان است الله. و در روز قیامت هم هیچ کس مالک نیست، مالک یوم الدین الله هست. آیا ملائکه هست؟ نیست. پیغمبر هست؟ نیست. اولیاء الله هست؟ نیست. پس بسیاری اوقات محبت افراطی در اشخاص سبب شرک میشه که زیاد او را توصیف میکنن و هم میگن، بالاخره صفات الله را به این مخلوق میدن. الله این دعا را بر ما یاد داد. ببینین چند نام الله را، 5 نام الله را ذکر کن. باز بعد از وقتی که نام الله را ذکر کردی، آیا مستقیما طلب میکنی؟ باز ادب دعا را یاد میتونی. شما باید یک تعهد داشته باشین با الله. تعهدتان باید شما اعلان بکنید برای الله. برای الله میگه که ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینجا اظهار تعهد است. برای الله میگین که یا الله خاص تو را عبادت میکنم. اگر نظر عبادت است فقط به نام تو میکنم. اگر سجده عبادت است فقط در مقابل تو سجده میکنم. اگر رکوع عبادت است فقط به نام تو میکنم. اما بسیاری کساست متاسفانه الحمدلله رب العالمین در زبان میخونه، اما میره در مقابل یک مخلوق برای مخلوق سجده میکنه، برای مخلوق رکوع میکنه، زیر پای مخلوق مرغ ذبح میکنه. شما در عروسی برید، همین ذبح کردن مرغ که است، نه ذبح کردن حیوان عبادت است نیست. فصل لربک وانحر. یعنی چی معنی؟ فصل لربک، نماز بخوان خاص برای الله. و عطف است، وانحر یعنی نحر ذبح کردن حیوان پرنده هم لربک هست، خاص به نام الله. حالا اگر یک نفر پیش روی عروس برای عروس سجده کنه، کلگی میگه کافر شدی. اما وقتی که پیش روی عروس مرغ ذبح میکنه، این جز فرهنگ شده. چرا پدرای ما وقتی که بت پرست بودن، سیز نه؟ وقتی که بت پرست بودن، باز بت پرستا بت اینجا میموندن، باز زیر پای بت یک تختگک داشتن، باز سر از این شتر، گوسفند، مرغ، هر چیزی که ذبح میکردن، باز خون از این میگرفتن، این پای چی میزدن؟ بت میزدن. حال اینمی سیستم بت پرستی عوض بت عروس قرار داده. حال اگر روندوی بیچاره گوسفند ذبح کرد، در پای بگوان زد، کافر هم است، دوزخی هم است، مرتد هم است، از دین برآمدگی هم است، مشرک هم است، روندو هم است. اگر همی کار مسلمان در مقابل عارض کرد، از همی خاطر روندوها میگه که خود شما هم بت پرست هستید، ما هم بت پرست هستیم. یک وقت یک روندو رو مدیدم در هندوستان، اونجا یک قبر حاجی علی صاحب است، حاجی علی میگن در ممبئی. ما رفتیم اونجا، ما رو بگن شما رو یک جای اسلامی بریم. اونجا که رفتیم یک اوندو هم رفت کردیم و ترجمانا بودن. من از اوندو گفتم خودت هم اینجا میری؟ گفت وای مسلمان هم اوندو هم می چی می؟ ما گفتم شما تو فکر نمیگین که یک جای برای مسلمان است؟ گفت نو دیفرنس. گفت در هندوستان که از بین مسلمان و اوندو هیچ فرق نیست. ما واقعا کم تا چند سال پیش بود دیگه، تجربه کم بود، نمیفهمیدم و ندیده بودم، عقیده رو زیاد قدر نخوانده بودم. من بسیار جدی شدم، برای زیدی گفتم کلمه رو استعمال نکن، no difference between Muslims and Hindu. Why not؟ چرا فرق نیست؟ 100% فرق. برای من گفت که don't use your force. اینجا زورت استعمال نکن. این افغانستان نیست، این هندوستان است. تو یک استاد هستی، من همه میجا تحصیل میکنم، خیر از معسل هستم، ولی با دلیل برای من ثابت کن. من برای دلیل میگم، تو جواب دلیل ما بگم. من گفتم چی گفت است؟ گفت رام اچه آدمی هست. رام ما پیش رام میریم، بسیار خوب آدم است. رام هم میگیم که ای رام تو سکرتر خداوند هستی اینجا. او پروالی که لیه میره عریضه پیش کرو. ما پیش رام میریم، بر رام رکوع میکنیم، سجده میکنیم، میتایی پخته میکنیم، الوا پخته میکنیم، گرد چرخک میزنیم، تاره
دقت رام میگیریم، باز تار قد قچی بگیریم، در دستای خود میپرتیم، دیدیم تارا را در گردن خود میپرتیم. صحیح نه؟ قوالی میخوانیم، آهنگ میخوانیم، گل میگیریم، باز گل در سر رام میپرتیم. درست است نه؟ در گرد رام طواف میکنیم. خب ما پیش رام ای کار کردیم و اونجا در منبای در بین بحر قبر حاجی علی هست. شما عین کاراره در مقابل کی میکنین؟ حاجی علی میکنین. میتایی میبرن، ما از رام بچه میخوایم، شما از حاجی علی بچه میخواین. ما دست دعا به بارگاه رام بلند میکنیم، شما دست دعا به بارگاه حاجی علی بلند میکنیم. ما تار در قدر رام میگیریم، شما خیر است فقط از ما حاجی علی ما از ما بت ما استاد است، از شما دراز است. خیر است خیر است. حاجی علی بیا چادمی ہے اور رام بیا چادمی تا. هر دوشون خوب آدم است. پس شما به این خوب آدم امی کارا را میکنین، ما به این خوب آدم میکنیم. پس فرق چیز شد بین ما و شما؟ مفتون این کارا را ما ابدا نمیکنیم، غلط است. اگر شما در افغانستان نمیکنین، اوکی، من مردم افغانستان نمیگم، من از مردم خود گپ میزنم. بریم که بریم. همین که تو اندو داخل شدیم رفتیم. وقتی که رفتیم دیدیم که عین کارا را میکنیم. دو تا زنا را نشان داد که در سر قبر سر خدا ماندن و سجده میکنن. گفت گوش که گپایشون. او میگه که یا جلی بچه نهی ہے، مجھے بچه دے دو. صحیح گفت. گاهی میگه که یا الله بر ما بچه بده، میگه یا جلی. دیگه توقش شوراک میگه که یا جلی اگه مرا بچه ندیم دفعه چند دفعه دختر دادی، از کی تقاضا میکنه؟ گفهمی هست؟ بفرمایید. میتایی از گفینه، میتایی که ما وندی داریم گفینه. بیار بر استاد توڑا سی میتایی. مفتون دیگه نظر مشترکت من نمیخورم. برام مخلوق شد. خلاص گفت که تو نمیخورید زور نیست. اما قناعت کو که شما ما یک یا ما یک است. از این خاطر ما مردم در هندوستان میخی نورمال زندگی میکنن. موسیقی را که رفتم گفتن گفت ما میگیم که رام رام موجی دم 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 دم. گفت شما باز ای حاجی علی دم 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 دم. گفت ما میگیم رام دم دم دم، تو میگی حاجی علی دم دم دم. کیا دم دم میفرقه؟ قوالی ما قوالی هندویی شد، قوالی شما اسلامی شد. از شما موسیقی ما موسیقی هندویزم شد، از شما موسیقی اسلامی شد. چی فرق است بین هر دوش؟ تارا گفت بیا سال که دیدیم که راسی چند تا زنا تارا را گرفتن در سر قبر. گفت بیبی جی اسکو کیا کرتے ہو؟ گفت باز قطع میکنیم اپنے ہاتھے میں لگاتے ہیں، نذرانه ہے. گفت این کارا ما میکنیم. الله میگه که شما عقیده داشته باشین که الله کی است؟ ایاک نعبد. اول تعهد کو باز دعا بکن. اول برای الله تعهد کو چی؟ ایاک نعبد. چی معنی؟ ایاک نرکع. ایاک نعبد چی معنی؟ خواستار عبادت میگه، یعنی معنیش ایاک نرکع فقط برای تو چی میکنم؟ رکوع میکنم. ایاک ننحنی، سر خود فقط به خط منحنی به طرف چی میکنم؟ برای تو میکنم. ایاک نسجد، خاص برای تو چی میکنم؟ یعنی کلش. یا الله خاص برای تو رکوع میکنم، خاص برای تو سجده میکنم، خاص به نام تو ذبح میکنم، خاص به طرف قبله تو حیوان ذبح میکنم، خاص نظر به نام تو میکنم. اینا یک نفر نظر میبره برای مخلوق میکنه. ما شما 14 قسم یک کس چیزو چنین گفته بود که 14 قسم نظر شرکی در افغانستان. نظر بهار داریم. بهار خالق است یا مخلوق؟ ها؟ مخلوق است. نمیگن صراحتا سمنک نظر چی میگن؟ نظر الله هست یا میگن نظر بهار است؟ ها؟ بچه‌ها گردش قطار است یا دخترها؟ ها؟ حالا مردم قطار میشه. مردم قرار دو خانه حاجی صاحب شیشتک سمنک خلاص نشده که نظر بهاره بود. هست نیست. نظر بیبی داریم نداریم. صادقانه. حالا تو خود قرآن میگه که ایاک نعبدو، یا الله خاص را چی میکنم؟ عبادت میکنم. و ایاک نستعین، یا الله فقط از تو چی میخوایم؟ استعانت میخوایم. این حال اینجاست که الله بر ما میگه که شما باید تعهد کنید، خاص را عبادت میکنم و فقط از تو استعانت میخوایم.
بعد از او دعای بکو اهدنا الصراط المستقیم. او وقت باز هدایت بخواه مطرح هدایت صحیح نه؟ حال توی که پانتون نمی نه امتحان کانکور میتی نه تعهد میکنی نه ورق داری نه ای داری همین قرار دستن فیشتی که استاد مرا پارچه امتحان بده و اساس چی بر تو پارچه امتحان بده؟ نه کسی مرا میگه کافرها در جنت میره. مفت بال کافر که میخوای نمیخوای که جنت بره تو بزور تلش میکنی. آج داره هتل است تیر میشی پیسه هم داری داخل نمیشی دیگه میره پلاو میخوره تو نمیخوری. حالا دیگه رو بگیم بیا بزور کشش کن بیا پلاو بخور. کافر میگه من جنت نمیرم میگه که نمیره باز روز آخر درش میگه یعنی میگه خود جنت خود گفتی نمیرم دوزخ مورید میگه. پس اینجا میگه اهدنا الصراط المستقیم. چرا همیشه میگه اهدنا الصراط المستقیم؟ در حرکات نماز تعهد باید کنی که من عبادت خاص بر الله میکنم و در حرکات نماز باید چی کنی؟ طلب هدایت بکنی. یک کسی میگه ما خود هدایت شدیم، میگه هدایت شدی تو دو تا شرایط قرار داری که این جامعه ما جامعه ایمانساز نیست، ایمانسوز است. جامعه امروزی کافرها وقتی که در این مملکت آمد ای تو هستی که امریکا را دوست فکر میکنی، ای تو هستی که ناتو را دوست فکر میکنی، ای تو هستی که اسرائیل دوست فکر میکنی، ای تو هستی که هندو کافر و بیدین دوست فکر میکنی، اما او در زیرخانه ها برای قبر کندن تو برنامه میسنجه. میگه امروزی رو زدم سبا او رو میزنم سبا او رو میزنم باز نوبت تو هم میرسه، نوبت تو هم میرسه. که از ما چیز باشه این حاله تو باید برای الله بگی که اهدنا الصراط المستقیم. یا الله دشمنش چی است؟ از جنت محروم میسازد. میفهمم میگه مردم افغانستان هیچ چیز ندارن بغیر از یک دین دارن عقیده دارن. کل پروژه هاش 700 چینل هست، 700 چینل در مغز تو کلش متوجه است، تو متوجه نیستی. 700 چینل کلش طرف مغز تو هست و میخوای که از مغز تو چی رو بکشه؟ ایمان رو بکشه. از این خاطر فضا را ایمان سوز میسازن. در موتر موسیقی در تکسی هم که بالا میشه خوب ریشکش تو بیا همین دست بتیم که همین خوب ریش هم داره کلاگک سفید داره. اول که بالا میشه خواندن بسیار خطرناکه برات میمونه. برش میگه والا ایسه دل ما سیاه کردی. چرا دل سیاه کردی؟ والا ریشک تا سیاه کی کلاگک تا سیاه این موسیقی تا سیاه. در تاکسی بالا شدیم این طرف هم دخترای برهنه این طرف هم کلش هم دمی دیوالا است. گفت سلام علیکم. گفتم و علیکم السلام. خوب هستید؟ سلام خوب هستید؟ استاد شما را بسیار دوست دارم. خدمتتون دوست داری یا من را زیاد دوست دارین؟ یعنی اکثارا گفت که نه شما را زیاد دوست دارم. تو باش خیلی اکثارا بکرد ببین قواریته کنده رفتم و اکثر چریازی دیگه تغییر کردم. تو سگ دوستی را دروغ میگی از مکه دختری اون دور زیاد دوست داری. یک چند تاش کندم حال دیگه در غیرت گیر آمده بود. ما هم غیرت گفت خیلی من چه قمر دوست این من بعد میرم کندم میگم گفتم بعد من میرم او رو موسیقی گمش همین دوسی و این میگم یک شنگ دوسی است. حالا تو در موتر مردم میگن سر دخترا سر. پس باید بگی یا الله مرا هدایت کن. چرا 24 ساعت نمیاد؟ روزانه 1000 نفر تنها توسط فیسبوک کافر میشه. بیچاره نمیفهمه. کاش که ما و شما یک چند سال دیگه هم نمیداشتیم. ما و شما یک دفعه دروازه تکنولوژی باز شد، یک دفعه رسانه ها رسید، یک دفعه موبایل ها رسید، یک دفعه کل چیز برابر شد. دیگه مردم ها که هستن خوب هم تو میفهمن که من از این موبایل چه قسم استفاده کنم، من از این کامپیوتر چه قسم استفاده کنم. برای ما چی کردن؟ آثار شیشتن کافرها. قرآن چی میگه؟ گفت قرآن میگه که نما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام. میسر چیز؟ قمار است. برای مسلمان ها حرام است ولی حرام است. خب اون کمسایی خو برسان جور کرده بودیم. نه کمسایی جور کرده بودین. حالا اگر کس بشینه در یک سر میزک دانای کمسایی رو در گوتل پرت کلگی او قمارباز اون کاکای قمارباز اون فلانی ها. گفت نه برشان لکس موبایل جور کو لدو. باز 6 نفر سر زمین تو خبک هستن. لدو چی است؟ کمسایی است. من تو قواری شکمک چی کردن؟ خرمو خر است و پالانش چی کردن؟ تغییر داد. حالا برای خر اگر دریشی تورنجرنالی بکشی میشه؟
اونم خرسته ایناله سگو جنگ فکری گرفتن. ایناله قمار میزنی مرتکب حرام هستی، اونمو جزایی که برای چیزا داده میشه، برای همون مردم داده میشه، برای تو هم داده میشه. اونمو قمارباز هستی، هم حال فعلا برای یک راهی که دیگه جور کرده که قمار بزنی نفهمی که من قمار میزنم، من گیم میزنم. بسیاری کسا رو بگید چی بود؟ والا تری میگن والا خو گیم زده، خو چه خو گیم چی بود گیم تان؟ والا لادو بود، لادو. خو ماشاءالله خیلی یک دو تا کاغذ کنجا شیشته بود کمسایی من داختن و بدبخت هستن و قمار باز هستن و والا چک هستن و دوزخی هستن. تو چی هستی؟ ما خود گیم زدیم. پس وقتی که تعهد با الله کردی باز میگه یا الله مرا در راه مستقیم هدایت کن، یعنی استقامت در دین مرا بده که پس مرا کافر نسازن. از این خاطر بسیاری کسا مثلا در فیسبوک بروزا من گفتم من مخالف فیسبوک نیستم، من خودم هم فیسبوک دارم، من میخوایم فیسبوک داشته باشم، وقت داشته باشم. دعوت فیسبوک خوب وظیفه دعوت است، کاش که تو دعوت بکنی. حالا بسیاری جای شیشه یک نفر خوب ریش شده که خارج شده که تری میکنه خب چی تو بیار که ما هم سعی کنیم برام خنده بگیرن. خوی گفته یک مرچه کتی فیل ازدواج کرد. حالا شما مرچه در روز قیامت برات میگه که دروغ گویی لعنتی، چرا سر ما دروغ میگی؟ من که بی عقل هستم؟ برو قرآن بخوان. قرآن برای گفته که مرچه بسیار فکر عالی داره. یا ایتها النمل ادخلوا مساکنکم، او مرچه ها داخل شوین در خانه‌تان. لشکر سلیمان آمد یا نمیفهمن ما رو خانه ما رو خراب نکنه. من یک قدر هوشیار هستم، تو هم بیا خانه تا سعی که خانه مرم سعی که برو خانه مرچه رو سعی که تقریبا 8 9 15 20 منزل داره. تو هنوز خور فشخه وسید از زمستان اگر برنج نباشه چیغایت مبرایم و میگه این بعد وقت عمل غم زمستان ما خوردیم. تو اومدی سر ما دروغ میگی؟ ها حتی بسیاری مسائل احکام هم از می گرفته میشه. من به این اندازه دقت دارم. یعنی حالا مشکل چی است که خالق متعال برای ما میگه شما بگین که اهدنا الصراط المستقیم. یا الله یهود سر ما حمله کرده، نصرانی هست، تلویزیونای یهود است. شما سایت ها رو ببینین، یعنی شما در دیش یک روز ما چینل های دیش هم سال کده میرفتم در بین 700 چینل یک 500 چینل از این مشخصا چینل های کفری دینی هست. اون دو شیشته اینا مثلا به دین خود دعوت میکنن، نصرانی شیشته به دین خود دعوت میکنن، یهود به دین خود دعوت میکنن، سیکولار به دین خود دعوت میکنن، دموکرات به دین خود دعوت میکنن. خلاصه یکی از یا میخوای و تو یکی هم که لایک کردی و اون متاثر شدی دین از پیش تو گرفت. از این خاطر در هر رکعت نماز باید بگی که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، رای کسانی که نام کردی بارشان کی هستن؟ نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. غیر المغضوب علیهم. یا الله ما را در جمله مغضوب علیهم داخل نکن. مغضوب علیهم کی است؟ علمای یهودی که علم داشتن عمل نداشتن. یعنی سه قسم مردم است، یکی انعمت علیهم است، یکی مغضوب علیهم است، یکی ضالین است. فرق بین سه تا چی است؟ انعمت علیهم کسایی هستند که علم دین دارن، قرآن و سنت میفهمن و مطابق قرآن و سنت کتاب الله و سنت پیغمبرش در هر عصر زندگی میکنه، هم میدانه و عمل میکنه. یا انعمت علیهم است. مغضوب علیهم کی است؟ که علم بسیار زیاد داره اما عمل نداره به علم خود، ضد علم خود عمل میکنه. خوب میفهمه که ضد آنچه که من علم دارم عمل میکنم، سر از یا غضب الله نازل میشه. مثل علمای یهود خوب عالم بودن لکن مطابق علم خود عمل نمیکردن. ضالین کدام مردمایی هستن که عمل دارن علم ندارن. نصرانی ها اکثرشون چی داشتن؟ زیاد عمل میکردن، صومعه داشتن، کلیسا دارن، در اونجا بری بسیار با اخلاص هستن، اما بیچاره علم نداره، الله را نمیشناسه. میره اینه به یک مجسمه کنجا قرار ببینی که صافی چیز کرده و این باز خوب مردم ها مثلا زود مسلمان هم میشن.
یک تاش میگه که ما دیگه یک صافی را گرفتیم دیگه، یک دانه صلیب است، یک دانه عکس عیسی مسیح، یک دانه میخ دی دستش است، یک دانه میخ هم دستش است، کلیش هم یک دانه لنگی چیز ماندگی است، خار است، سیم خاردار، خونه‌اش ریخته دیگه، همین قرار دیگه برای گریان میکنه که بچه که خدا چطور تو را زدن، چطور تو را چپک کردن، چطور تو را مویایت کندن، چطور ریشت کندن، چطور دستایت میخ زدن. گفت من همین چیزا را کردم. گفت یک دختر مسلمان، یک زن مسلمان. گفتم تو تیر شد با حجاب. توی دروازه همین کلیسا واز بود. بگه بر من این زنم بسیار دیگه دیندار بوده، دعوتگر بوده. برش گفت مستر کشیشا. برش گفت وای، گفت او خالقی که آسمان ها و زمین خلق کرده او را در دستش که از میخ زده نمیتانه. او به بچه نیاز نداشت. تو وزیرا رو ندیدی، رئیس جمهورا رو ندیدی که وقتی که بچه داشته باشه برای بچه خود موتر کروزین جور میکنه، برای بچه خود مثلا از او کده که پانتون لوکس نیست. او خالق متعال اگر بچه می داشت باز بچه خودم تو میماند که انسانای لوده لوده دستاش میخ بزنه. یک تیاره طلایی برش میگرفتم گرد فرق ما و شما بگده. او خالق و بچه اول نیاز نداره، دومی نیست، خدا بازی دادی این بیچاره چیز کردن نمیتونه، یک دستاش خودش میخ زدگی است. خالق باید قوی باشه که تو در دو بجه شب ورش بگی که یا الله سر دشمنای خود سنگ ببارن، زمین برش بلرزانه، کوه ها را در سرشان چپه بکنه. اما او که اگر دستکای خودش میخ زدگی است، اگر می کلیسا یک کس را سر یک دختر تجاوز جنسی شوه دستاش بسته است، گفت چی کردم میتونه تا که میخوای خدا کنده میره وقت مردکه تجاوز جنسی خدا کرد. گفت خالق نیست. میگه کشیش گفت دلم بود بخیز میزنه کرد لازم اینجا در جانش بدم حوصله کردم. اصلا برام گفت که حوصله نه چیز قار نشو، در کتابت صحیح کن. ببین که خودش گفته که من بنده هستم. وقتی کلاسی رفتم کتابم میبینم که عیسی برای شاگردان خود گفت ای شاگردان من شما اینجا توقف کنید، من میروم در عقب کوه به خالق خود عبادت میکنم. او رفت و مشغول عبادت شد و شاگردان منتظر بود. عزت به خداست. این خودش به خالق خود عبادت میکنه. اگر این خودش خدا می بود چرا عبادت میکنه؟ آمدم که قرآن خواندم که قرآن برام گفت قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و این سوره را که خواندم در عقیده من تاثیر کرد و من مسلمان شدم و گفتم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. ان شاء الله باقی ماندن درس در هفته بعدی میخونیم. السلام علیکم و رحمت